السلام علیکم. Tamam, şunu söyleyeyim bana. Boşta fakat daha YouTube'da tamaşa mekanı. Şimdi boş ver. Kardeş, rahmat. Ne rahmat. Tam kasabı makyası da oldu ya. Hayır, ne bileyim çıkma mı? Ne var o da? Ya mı? Akaca o hem oraya şuna bir taşıyan ne diyor? Sikesi bir akabayı kesiyor. Zinde boş. Zinde boş kâbine koyar. Akıl gitmez. Sukani bana nasıl konuşuyor? Ma ve ahli oylay mo خانواده mo ma yagona yak modar dordum. Zinde boş برادر سربلند باشی اما کم تاثیر سومایون یک دو روز رفتن در akajo man ve ahli oylay mo مخلص اشدی شما هستین. زنده باش برادرم. گپ نیست. akajo یا خواهش میکنم خواهش مخلصانه خواهش دادرانه همین خواهش ما در زمین نمونه التماس. دست من به بجان دی. چی خواهش دارد؟ ساعت نگاه که 1:24 ابتا میره در خونه ما میکنیم. التماس نه نگی. اگه برادر اگه گپ نیست ما فهمیدیم. زکات اخدا میگیرم. اگه هم مثلا برادر. اگه من همین یک بچه دارم. همین روز دور اگه همون رو ما باید مهمونه اومده گم. خسر خوشتمان اومده گم. پدر و مادر اومده گم. من اگه خوشو بفهم برادر. ما اگه برم همه بچه ما هم زودی. نه این خیلی میشه. ما بچه‌ای. اجی دست مخکم. نه من فهمیدم. من فهمیدم. تو سوخانی مرا در زمین میمونی؟ نه برادر من سوخان شما در زمین نمیمونم. من یک مادر دارم در همین حیاتو. همین سوخانی مرا نفت برم مادری مطریه برای پیشی بینم من یک صورت بگیرم تمام یک مهمانداریت میکنم. خیلی اگه مهمانداریش ماینه. آدمای فرهنگ دوستدار هستیم. زنده باش گوش کن که یک گام میگم برادر. نه فقط یک صورت میگیریم و مرا جواب بده. یک مهمانداریت کنیم چی؟ با کجا در خونه شما؟ خونه ما قدر نیست. این دیگه واسه 52 میشینه. میره ما ماشین خدیم خدیم مکان میریم و قریب باشه میریم یا عکس میگیریم صورت میگیریم خدیم مادری چی گم نه مرا بهتر نامت برو بهتر اوچا ای پیا السلام علیکم نازی مادر جان تنجه کارکاتم خوب است زندگی کو این کس شناخته چرا نمیشناسم من این کس از خودیش میشناسم هزار رحمت من نکردم من میدونم چرا نمیدونم بهمان خود سر کنیم بسم الله الرحمن الرحیم مرحمت گذارید زنده باشه تشکر خوش آمدین مهمان عزیز خوش آمدین من گوش که بچم یک دقیقه این خانه با بیا یک مینوت حاجی دوست مراد یک مینوت کنی گبزم کنی یک هفته باز در کجا بودی تو؟ در کجا بودی؟ در کجا بودم قطعی حاجی دوست مراد اینا حاجی دوست مراد دیدی مهمونی آوردم خونه کو گشتیم قطعی حاجی دوست مراد این کسی میدونی کو بلاگر اکتیور صنعتکار سیونکا میکنه کوها رو هر کجا معرکه ما میبرن فقط همین حاجی دوست مراد بودم اونجا دیگه نمادر یک هفته باز میدونی چه خبرایی بد شنیدم من کیم مگزین دوزیده است کی رفت است کی جا را دوزیده است همه خیر من یک هفته شد فقط تو رو میکوبم من دیدی بچه جان اینترس نگاه میزنیم من چیکار دارم با او دزدو من قطعی حاجی یا گشتم و شنو یا اتومبیل با آبروان یا خودت میدونی که فقط در تلویزیون دیگه مسخره بازیش بس کرد حاجی دوست مراد در یوتیوب رو آمد خودتون میدیدین در یوتیوب بچه جان من شرمنده نکنید التماس یک دست در خون کنید یک گوش کنید یک بودن و آبرو با خدا ما رو آوردیم بچه جان مایلش بچم با آدمای نغز کرده میخیر
مایلش حاضر من دسترخوان میکنم بچم مرحمت. خوش آمدی حاجی، خوش آمدی. دودر جان نامو چی داری؟ نامی من جونیک. جونیک جان من زن زیستم باید اکم برم. من همین وقت داشتم که گپ تنیدم گفتم حالی بشینه شما حاجی جان. که بیا کنه که ما اکم برم مرا بفهمم که اوش با گوشت گوسفند فهمیدم بعدم با گوسفند رو میام میزنی مهمونی مادری من برای شما یه آش بکنه. حالی صورت نگرفته مادری وقتی شما خیلی نه مادر جان. خوش آمدید. شما میگه حاجی بابا خوش آمدید. زنده باشه زنده باشه. خدماتم نوری دیدن. سرگردون نشین اوچم. هیچ کم هیچ شده با خونه ما اومدید. این سرگردون نشین. میدونید چی؟ یک هفته شد باور کنید از پشت همین بچه من سرگردون شدم. همین خبرای بیزیب شنیدم روز دیگه. گنده زیق شدم باور میکنید. بچه شما خطی میگوچی بیدم چی تشویش میشه؟ چه خطی؟ این اوچه جان راستیگه باکم شب روز خطی من بچه چند خطی من شاگیری دستی راست گرفتم ما با اون ریزوانه که همسایه اکوب ریزوان دمیر بچه ها همش که ما با دل شد چه همش خطی پیش حاجی بسیار میان میرم و شب روز خطی حاجی ما کو با کو میگردیم همین سیونکه میکنیم این سیوسه اگه ما همین که ها تماشا میریم جای زیبای وطن بنوار میگیریم ما یوتیوب دا میپرتیم خیلی اگر خودتون که دیده باشه بنوار میگیریم که ها را یوتیوب دا میپرتیم یا که بسیار پیش میان میرم من راست دیگه با خطی من خوش آمدید. راست دیگه با شما شنیدم خیلی خرسند شدم. خوش آمدید. زنده باشه زنده باشه زنده باشه تشکر زنده باشه زنده باشه حاجی جان کو بگی یک کلاچه همسایه لبای پنجره خیلی خونه بودیم ایادل اومدیستم خیلی از دل اومدید خوش آمدید. سوز کردید بچه من ششتگیه بچهش موقعی رفته دوزی کردیم کامل را غلطدگی هم وای نمیکنید بچه من او خیلی نبود است. چی من نفهمیدم گپتونا. بچه من میدونید با کی بود؟ با حاجی دوست مراد بود است فهمیدید؟ حاجی دوست مرادش کی؟ نمیدونید نمیشناسید کی بود؟ هرجا میشناسم من حاجی دوست مراد؟ وای با کی؟ حاجی دوست مراد امانو من حاضر عدل اومدیستم ای کامera دیدیم بچه من بچه شما باید سه چهار بچه دیگر چی خیلی رفته مغازین غارت کردم همش من دیدم من نشون دادم میرسا اینه که دکازات میکنم من دکازات پرسا هسته همش من میرسا نشون دادم من ای کامera تماشا کردم همش دیدم هسته بچه شما هم هسته بچه من هم از با سه چهار بچه دیگر هم هسته خیلی بچه من هم بود است در اونجا ما خودم چشمم قطعی دیدم بیوی در دیگه خونه بیوی در روی گپ زنید بیوی اینجا خیلی همسایه با من یک نرس کده فهمونه چیکار بودن انا دیخی بچه شما بچه من باید سه چهار بچه دیگه در کامل غلطی دگیم باید حاجی دوست مراش باید سردارش نباشه آیا فرمان داده باشه که اینو رفته دو زن دودر بیا برام وقت بینو چه جون بیا السلام علیکم سلام علیکم سوزن چه جون تنجه کلوتان سوزن همه تنجه کلوتان خوب خوش باشه شما حاجی دوست مراش شما اینا؟ خوب هستم تنجه کلو خوب بچه قطعتان بودم این دودر ما یا خطی من این کی جان خطی من بچه منم میشناسه نه بچه شما کی هنده؟ ریزبان بود کو قد بلند کدام ریزبان؟ 400 تومان گرفتی کو آقا 400 تومان قرض داد گفتی مراسمی بچه من چیه دسالوکنی بچه من چی گپ 400 تومان داد ها ریزبان جوره خمو پسر همین کسا شما مادر ریزبانه خوش به حالتان بهترین فرزند داره خوش به حالتان باور که من دادرو من بسیار پیش میان میرم خطی من هر وقت هم بیکار میمونن زنگو میزنن میان پیشم نفس تنی زنده باشه سربلند باشه سردار شونه نه شما که سردار نمه که یا بسال کلونم خطی من نه شب خطی من خیلی شفی خیلی که استاد میگن که دادر نخی دادر فهمو نه یفتم سردار شونه خطانا حاجی میگیرن بودکو فرمان میکنه اوجا برا بدست
کجا برای بزن؟ چی گفت من نفهمیدم اپا نفهمیدی نه زکات نفهمیدم بعد سردار شدی تو نه اخی من ما اکا همه خیلی نشناسم اخی من چرا هم دودر مونن اکا همچه دودر من همه رو حرمت میکنم اخی من اگو فرمونش میتی آخی؟ سردار شی؟ نه تو فرمون میتی سردارش تی دیدی؟ دودر تو دودر یا پیالا چون بیار حلقم خوشت خیلی یا پیالا چون بیار چجا؟ آخی من بچه که میدان نصیحت کنی فرمان میتی بودی زنم؟ آخی من چی فرمون میتی؟ چی فرمونی؟ تو سردار شدی فرمان میتی همش یا؟ آخی من چی گفتم من نمیدانم دیگه با حاجی میگه سر تاقی نداری حاجی چه حاجی تو با آدمی کم بکلم ای با نمیدونی آخی من یکم بیا ایلچیمون آخی من یکم خیلی باشه صدقه چای کند اینا اینجا تیه صدقه چای صدقه گرفتون و نون و نمک کند اینا مرا سردار شما یا که ایستا ما فهمیدیم که این کسی خیلی باشه آه اکل میلیسا بچه من میدن این سردار شده میرفتم هیچ بیایی که من دارم احکام کردگیم اومدم بیسته بریشم بچه من میده که باید کبیره نه من در اینجا سردار شده یا من کشیدم چیز کنه بیایی خیلی بخیر و خیلی آدم خیلی انا دوستان عزیز بازم همین رکلام را دقت کنین ای خود اروپا ای خود ترکیه برادرای ما هستن این رقمشون رقم واتساپ شون میمونم برای استیاشکای اینا میگم تراکتور چاکو رو ببینید می اپارات میگیم که تراکتور چه میگیم چی میگیم اینا میختونین ببینید صورت چه برادرو برای استیاشکا برای شکاتور برای خیلی استوا کسانی که استوان ای تحت دیل استوان میخوان که زمانوی ریمونت کنن میخوان که با طلبات زمانه ریمونت کنن و با طلبات زمانه جوابگو باشن اینا ما توصیه میتونم اینا میاره برای استیاشکا برای شکاتور اینا برادر عزیز رقمش زنگ بزنین ای اروپا میگین و ای ترکیه میگین به نرخ دسترس به نرخ ارزان شما در روی میکنن خدا نگهبانتون